از 29 شهریور تا 4 مهر آخرین گرفتگی سال اتفاق میفته و یه پورتال قدرتمند برای پاکسازی کارماها باز میشه. اینجا همون لحظه‌ایه که چرخه‌های قدیمی تموم میشن و مسیر تولد دوباره شروع میشه. انرژی مارس خدای جنگ با پلوتو خدای مرگ و تولد دوباره درگیر میشه و این یعنی انفجارها، اعتراضها و برملا شدن رازها و حتی سقوط بعضی رهبران. این انرژی حد وسط نداره، یا مرگ یا تولد دوباره. پس توی این بازه حواست باشه، مراقب رازها و روابط پنهان باش، سلامت جنسی و روده هاتو جدی بگیر و حتما روی مدیتیشن و پاکسازی تمرکز کن. اوج این انرژی همون 29 شهریور تا 4 مهره، اما اثرش تا هفته اول آبان ادامه پیدا میکنه. برای محافظت مالی و جانی از 29 شهریور تا 4 مهر روزی 33 بار ذکر یا حفیظ یا قهار یا جبار یا سلام رو تکرار کن و کد 4 4 7 0 7 1 3 1 3 رو روزی 36 بار تکرار کن و بنویس روی کاغذ و تا آبان همراهت نگه دار. و درست توی همین زمانی که میتونی با کد کارماسوزی مخصوص این دوره خودتو از فشارهای کارمایی و چرخه‌های تکراری آزاد کنی. این کد از علوم اسراری استخراج شده و تا به حال جایی مطرح نشده و مخصوص پاکسازی و گشایش در این دوره سنگینی هاست. اگه میخوای بیشتر در مورد کد اسراری بدونی، کافیه بنویسی 51 تا راهنماییت کنم.